با افتخار مادران یک قرصک بلند و صمیمانه با افتخار سخنهای زیبا از لحن شاعره با سلامت باشید. بختیوار من در سیمای این مادری بزرگ، این فرشته زندگی، من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود. آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود. نامبرداری پدر گردد در عین زمان. نام فرزند نخستین نام پیغمبر شود. این است مراد ما، دعای ما، نیت ما در این شام زیبا. و بختیوار اینجا ما عروس رو وصف کردیم. این شاه داماد ما رو خبرش آمد. پسر امروز شاهنشه، پدر جانش دعایش ده. با پهلو کلینی چون من، پدر جانش دعایش ده. شما عاقل، شما فاضل، شما روشنگر منزل، به حق حرمت دو دل، پدر جانش دعایش ده. با افتخار یکی خورشید جان پدری عظیم یک قرصک بلند و صمیمانه میزنیم همه یک جایه. پدران پشت و پناه پسران، پسران نامبردار پدران، پدران عالم پند پسران، پسران گوش و پند پدران. اینک صحنه رو در اختیار صوت و نوا می‌دهیم. دوستان گرامی، این لحظه رو یعنی همه صحنه هنر دعوت می‌سازیم. هنرمندی جوان و بااستعداد، هنرمندی که عاشقانه می‌سراید، صادقانه می‌سراید، عارفانه می‌سراید و برای ما و شما می‌سراید. سیده سراج‌الدین استقبال می‌گیریم. مرحبا، جور کنید رباب را، شهره تار میرسد، جور نکشید جان را، میل خمار میرسد. باز به گوش یاسمن، کیسه کند زهر چمن، باز به بخت من و تو، یار به یار میرسد. سیده سراج‌الدین با گروه سازی آوازی شام با تنین ترانه‌های زیبا و تارهای دل اساسی ما خود می‌زند. مرحبا، خوش آمدید.